با سلامی دوباره به همه آنهایی که این لحظه ها ما رو میبینند میشنوند. بازم شاله گلخوجه هستم که در اکران های تلفن و آیپد های شما ظاهر میشوم و آماده هستم که برای شما سرخط های مهمترین خبرهای روز رو برسانم. حالا ساعت به وقت پراگ 10:05 است و میخواهم که برای شما بگویم که در مدت 3 ساعت دیگر در برنامه خبری رادیو آزادی کدام خبر گزارش ها رو ما پیشنهاد شما خواهیم کرد. دوره‌های شمس‌الله صایبوف از کجاست؟ سازمان تحقیق فساد و جنایت‌های سازمان یافته درباره ثروت‌های یکی از دامادهای رئیس جمهوری تاجیکستان گزارشی کامل نشر کرده است. این سازمان ادعا دارد که صایبوف تمام دارایی‌های خود را با استفاده از پیوندی با خانواده رئیس جمهور به دست آورده است. تفصیلات بیشتر در برنامه خبری و سامانه رادیو آزادی www.azadi.org پیشنهاد شما می‌شود. مغازه خالی به ما چی در کار؟ تاجرانی که در ساختار فروشگاه سلطانی کبیر ضرر دیدند از رهبریت بازار طلب کمک دارند. آنها میگویند با قرضهای بانکی تجارتشان را پیش میبردند و حالا دیگر حیرانند که چی کار کنند. همین لحظه ها گفت و شنید تاجران با رهبریت بازار ادامه دارد. این ملاقات با چی می انجامد؟ همکاران ما پیگیری دارند و ما حتما شما را در جریان خواهیم گذاشت. زمین ها را به چینی ها دادند اما اکنون حتی معاش نوچیز را هم پرداخت نمی کنند. ده زنان کشاورز در ولایت ختلون شکایت دارند که از نویلوجی زیر آفتاب تفسان در زمین های پخته زحمت می کشند لیکن 200 سومانی حق کارشان را گرفته نمی توانند. ولی مقامات محلی از وجود مشکل تأخیر در پرداخت حق زحمت زنان کشاورز خبر نداشته است. اگر در ختلون زنان توجیک از چینی ها پولشان را گرفته نمی توانند، در دوشنبه یک عکسبرداری معروف تاجیکستان نیز بحث مالی دارد. او از پالاتای سودا و صنعت کشور تقاضا می کند که برای نمایش بی اجازه عکسایش هزارها دلار تاوان پردازه. چرا این بحث بعد 7 سال به میان آمد و طرف دیگری بحث در این باره چی میگوید؟ در برنامه خبری پیگیری کنید. در همین برابر از شما دعوت میکنیم که تا شروع برنامه نوی خبری نشر دیروزه برنامه ما رو تماشا نمایید، چون در آن هم ما گزارش و خبرهای زیاد داشتیم. شروع از درگیری مرزی میان مرزبانان تاجیک و قرقیزستان به هلاکت رسیدن دو خرسی که برای نفوذ با هم جنگ کردند و عاقبت از جری به پایان افتادند. در واقع همین خبر در آزادی ویدیو یوتیوب تماشابینان زیاد داشت. شما نیز با آنها بپیوندید و خبر و گزارش های ما را پیگیری نمایید. من بعد 3 ساعت شما را در پخش مستقیم برنامه خبری منتظرم.